ای که در اروپا هیچ کسی برات نگفته، گوش کن برات میگم. اگر جوان هستی با هزاران مشکلات و مشقت آمدی، یک بار پشتر خود نگاه بکن چقدر سختی ها را دیدی امروز آمدی. امروز تو در یک رابطه عاطفی بودی و امروز غم داری، جگر خون هستی، خودت دست دادی. ببین یک بار ببین که چقدر سختی ها را دیدی. امروز پدرت امید داره، مادرت امید داره، برادرت امید داره، خواهرت امید داره. چرا امروز نگران هستی، غم میخوری، در کنج خانه نشستی، اشک میریزی؟ قربانت شم، بلند شو. حیف تو نکده، حیف جوانت نکده. امروز در اروپا انسانهای قوی را میخواین، انسانهای ضعیف زود از بین میره. اینجا جایی است که انسان باید قوی باشه، باید بسازه، باید قوی باشه. خواب کردن، بی انگیزه بودن فایده ای نداره.